کو؟ کی؟ اون سومی اولی چه میدونم اون کو؟ قیتاس گوش قیتاس. آقا جان وقت خبر کجاست؟ یزانم خبر. این کیه؟ این چیه؟ سلام ببخشید استودیو کودک بودم گفتم زود بیام اخبار دیر نشه. خب تو الان داشتی برنامه کودک اجرا می‌کردی؟ تو گوینده خبری رفتی تو استودیو کودک چی کار بکنی؟ من دست شما چی کار کنم؟ آقا بگید زودتر. با سلام نمیخواد تو حرف بزنی بیا برو لباساتو عوض کن. بیا برو لباساتو عوض کنه. خدا تو اعلام برنامه کن. با سلام بنده ارماس وگرد نوخاست وگرد گاگه امشب تو هم گیر ببینه خوامان برنامه در مورد صدا و سیماست. یک کارشناس صدا و سیمای محلی که صبحها در برنامه سیمای سلامت به عنوان مشاور خانواده حضور دارد هنگام ظهر به عنوان آشپز در برنامه سفره زندگی انواع سالادها را آموزش می‌دهد. این کارشناس نامه گرفته و نهاد عصرها در رادیو کارشناس ورزشی است و نیز ساعت 21 برای بچه‌ها قصه می‌گوید. این کارشناس خستگی ناپذیر در پایان شب به عنوان کارشناس ادبیات غزلیات حافظ را تفسیر می‌کند. چطوری هنرمند؟ خستانه؟ نخند آقا برای چی مسخره میکنی؟ راست شهرش هم مسخره که آنچه شیران را کند روبه مزاج احتیاج است احتیاج. راستشه. بله واقعا خدا بکنه هیچ پیای شرمنده زنمنالی نو فشار قسط و قرض کرده است گوی. برو بخش بعد قیتاس اقتصادی بردیه. یکی از مسئولین سخت افزاری صدا و سیمای محلی اعلام کرد قصد داریم بهترین تصویر و صدا را به دورترین و کورترین نقاط استان ارائه دهیم. و نظر ایوه ارائه دن؟ اره ارائه دن. بخش بعدی توسط همکار عزیزم نوخاست. یکی از مسئولین خرید سریال اعلام کرد به خاطر علاقه مخاطبین به سریال های کره‌ای این شبکه محلی پس از پخش سریال های جمونگ 1 2 3 4 موافقه. البته هوبگنو نزنیم نه چون کپیل نیریمن و سریال امپراتور دریا و قهرمان که در حال پخش است، سریال های کره‌ای قلچماق کوهستان، گوشواره در قصر، مسیر دایناسور، امپراتور خشکی که سریال های بسیار ارزانی هستند را خریداری خواهیم کرد. اون چیه؟ سارینا افسانه از کرمانشاه. نمیخوای بگی که بچته؟ خب آقا چه بکم یه 2 سال داره نقاشی کیشه علیه شبکه هرچی ارساله که پخشی نیکن و تا میلا بس از اون افسردگی نگره یه بیاره آوردم خدای شبکه پخش بود. راستشه. اون چی بود افتاد؟ هیچی درخواست به رسد دادم. درخواست؟ مالیا شواز اوکی آوا صدا و سیمای خوامانه به و سلامتی هر کسی که خدمت که و نو صدا و سیما خدمت مخلصانه مالیا و سلامتی هر کس که برنامه ساز و کارشناسانه مالیا و سلامتی هر کسی او نگریده نو برنامه مالیا و سلامتی او مدیره که دلسوز و کارزانه اجازه بیا مخاطب جز که و تحول ایجاد که و نوی استانه هوای صدا و سیمای خوامانه کمی گرکلگیچان هست ولی ایشالا با درایت عزیزه او گرکلگیچانیش هم بنید آی سیر صدا و سیمای هوای ابریه هوای ابریه با
خندگایان خو قدیمیه خو قدیمیه تن موقع گایه من بیمایه من بیمه های کیفیت نیری صدا و تصویری سخجیر نوید رد و وزیری کیفیت نیری صدا و تصویری سخجیر نویس رد و وزیری آنالوگ پخشویو نصف کیفیت ایجور و بینجویو استودیو تولید برا بوچه گاید راست میگی مسئول مرکز یه فکر بکاید حتما فکر میکنم کیفیت نیری صدا و تصویری سخجیر نویس رد و وزیری جانم دنگ خواه سریال خواهید بهتر که زانی خود بهتر زانی آگهی پخش کن برا طولانی های کیفیت نیری صدا و تصویری سخجیر نویس رد و وزیری کیفیت نیری صدا و تصویری سخجیر نویس رد و وزیری آفرین میگم دنگ خواست. بله. تمام این چیزهایی رو که ما گفتیم ما اغراق نمی کنیم، نه در مورد موضوع خودمون نه جاهای دیگه که مطرح کردیم، واقعیت رو میگیم. ولی تو رود میشه فردا تو راهروهای همین صدا و سیمای خودمون بری؟ را چجور ایراد و نمیدونم خیابان سیروس و هزار جای ترگیر حالا راستی خواهم روم میشه را برم ولا روم میشه اول ایشی اول خود رتب خور من رتب نکنن ایما اول ایراد خواهم گیریم بعد ایراد اول من خودم را تغییر میدهم تا دنیا تغییر کند. بابا این دانشمندی ها، به افتخار این دانشمند کف مرتب. آفرین سریالگان تکرارین و مچه و تو چه بیشتری آن کره‌این و مچه و تو چه دکورگان قدیمیه و مچه و تو چه تخت و شو علاکین و مچه و تو چه برنامه کودک جوریکن و مچه و تو چه کلن دوان عروسکن و مچه و تو چه سریالگان تکرارین و مچه و تو چه بیشتری آن کره‌این و مچه و تو چه دکورگان قدیمین و مچه و تو چه تخت و شو علاکین و مچه و تو چه برنامه کودک جوریکن و مچه و تو چه کلن دوان عروسکن و مچه و تو چه بعضی تجهیزات عیب داره شبکه زاگرسه کیفیت فراخواره شبکه زاگرسه اسم فرهنگ و تمدنه شبکه زاگرسه هن عوام نوتونه شبکه زاگرسه هن عوام نوتونه شبکه زاگرسه شبکه زاگرسه شبکه زاگرسه شبکه باشتا ببینم چس هم چبی تو مثل که اصلا حواست نیست که 4-5 سال کلن سرکاری؟ اخوتی واقعا سرکار یعنی چه آقا دهنت بسروه آقا جان عزیزم هم چبیه خو من خودن شاید این مو روی برگه خانوار مزالدم باشر خو من هچی رام نوسید من دینم خانمه ایر برادره عزیزیشه دینم خاننه نه اونا اصلا همچین چیزی رو نخوندن عزیزم مگه این برگه فرق دیده وگر او برگه آقا نیو مگه این چیز که مخوانی موش تکرار نکردیم نه دیدی ای مافته به ابن هنگالدانا دیگه نه ما هر چی خوندیم تعریف و تمجید بود از بچه‌های همکار از دوستانمون از تجهیزات نرم افزار کیفیت سخت افزار ما هر چی گفتیم خیر و خوبی بچه‌ها اجازه به مگه نشه خیر و خوبی خب برگه وگر او برگه فرق نه برا بخونه بی آنتن دور آینه گیریم شبکه زاگرسه کشکای دنیا خواهان بریم شبکه زاگرسه دکورگه خوب و شیکه شبکه زاگرسه تجهیزاتی کش فابریکه شبکه زاگرسه دردی و با سر منه
شبکه زاگرسه عزیز دلم عزیز دلم شبکه زاگرسه عزیز دلم عزیز دلم شبکه زاگرسه عزیز دلم عزیز دلم شبکه زاگرسه آقا نگردیم خسته نباشید بچه ها خسته نباشید همین الان یکی دو تا از دوستان بخش تولید اومدن گفتن از فردا ما 4 نفر همچنان سر کار خودمون هستیم و میتونیم برنامه رو تولید کنیم ولی شما نه شما فردا بگیر خونه بخواب راستشه متوجه شدی بخواب یعنی هر چی دلت خواست بخواب چون ممنوع ورودی آقا یا آخری با باعث نانی نه یه نانه یو خوینی آره این نون ما میخوریم دندونش هم داریم راستشه فهمیدی ولی تو خوابشو ببینی خواب چه استخدامی